السلام علیکم و رحمت الله. بعد روز قیامت آدم ها در جنت به چی کار مشغول می شوند؟ سوال خدا خواهد روز قیامت انشاءالله خدا خواهد برپا می شود. اینجا یک سوال است که خب درباره روز قیامت هم معلومات دید عزیزان من. البته بعد همون سوال نمیگردیم. البته قیامت انشاءالله خدا خواهد عزیزان من می شود. خداوند در چند جای قرآن حتی یک سوره چی است؟ قیامت است. سوره قیامت درباره انشاءالله دهشت قیامت، یعنی کارهایی که در قیامت می شود الله سبحانه و تعالی برای ما و شما انشاءالله چی است؟ البته انشاءالله خدا خود وعده کرده است. خدا قرآن دا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الساعه آتیه لا شک فیه، یعنی قیامت آمدنی است. در آمدن قیامت یگان شک و شبهه نیست. نگی کشیدن قیامت بجز الله کسی نمیدوند. کسی گوید که فلان سال فلان روز فلان وقت، حالی بعضی منجما برمدین، بعضی انشاءالله بشارت گوها برمدین که فلان سال فلان ساعت کافر می شود، چون که این قیامت کشیدنش بجز الله کسی نمیدوند. معنای قیامت قام یقوم، یعنی قیام مصدر دارد، راست استاده پیش الله نه جواب دادنه. انشاءالله خدا خواهد روز قیامت با یک پا راست استاده پیش الله نه جواب میدی. ایا نه بلاف چی عمل هایی که در دنیا کردی، چی خوبی چی بعدی کردی، همش حساب کتاب میشه عزیزان من. از قیامت خدا نگه دارد. دهشت قیامت میتونین شما در سوره قیامت مراجعت کنین. الله سبحانه و تعالی یعنی درباره قیامت انشاءالله چندین آیت ها خدا خواهد انشاءالله یعنی نازل کردگی است. برای من از دهشت قیامت اگر ترسی 5 وقت نماز میخوانی انشاءالله خدا خواهد. اگر از قیامت قائم شدن شرمنده شدنش ترسی گناه نمیکنی انشاءالله خدا خواهد عزیزی خدا. البته می شود قیامت، لیکن این شدنش این ناعنیق چیز است، این در دست الله است. خدا که بخواهد همون وقت ساعت چی می شود. حتی پیامبر علیه السلام دونستگی نیست قیامت کشنش، لیکن علامتاش دلالت میکنه به قیامت نزدیک شدنش. البته چندین انشاءالله دلیل یعنی علامت ها دارد. دجال میبرد، یعجوج معجوج میبرد، دابت الارض میبرد، عیسی علیه السلام میفرد عزیزان من. حالی فروری در جزیره های عرب می شود. از 1 کیلو چقدر آدم ها زیاد شدن زن ها. حالی زمانی می شود که عزیزان من یک مرد نه 50 زن توبری می آید. این از نشانی علامت های قیامت است انشاءالله. البته چیزا که می شود آخر عاقبت قیامت برپا می شود، جواب میتین پیش الله نخدا خواهد. در همون قیامت وقتی که حساب کتاب می شود عزیزان این موضوعی وسیع شاد است خدا خواهد. یک روزی می شود البته خدا خواهد در این باره قیامت پورا انشاءالله مفصل به شما خدا خواهد یعنی بیان میکنیم، چون که همه چیز خدا خواهد البته به شما رسوندن نکرد، چون که شما آگاه باشین. بلکه انشاءالله از اون دهشت های به خود می آیین، از گناه توبه میکنین، راه حق میگیرین، راه خوب میگیرین. این بسیار مفید است خدا خواهد انشاءالله. وقتی که حساب کتاب میشود جنتی ها به جنت، دوزخی ها به دوزخ، وقتی که ما شما وارد جنت میشین در جنت میدانین در جنت نماز خوندن نیست کن، در جنت روزه گرفتن نیست، عبادت نیست. در جنت فقط راحت کردن است عزیزان من. جنت فقط جای راحت است و خلاص. همه ناز و نعمت الهی در خاندان شما انشاءالله مکمل می شود. هر یک آدم در الله سبحانه و تعالی قصرها بنا میکند که قصرهای پادشاهنشین. و قصرها را یک غشتش از طلا است، یک غشتش از نقره است. بینید خاکش از مشک و عنبر است، سنگهای جنت از مروارید است. قرآن بیان میکند. میتونید سوره الرحمن خدا خواهد برق زنید. برای شما الله مخصوص دخترها را پیدا میکند، دخترها و یا را حور میگن، یعنی مخصوص خدا خواهد برای شما الله سبحانه و تعالی بغیر زنی دنیاگی تو با یک دخترای جنت خدا خواهد میتید که در 1 ساعت میگد 70 رنگ میتید. در روش روت میبینی برادر، روش در روت میبینی. حتی آبی خوردگیش از گلونش گذشتنش میبینی. حتی مغز استخوانی پاش از بالای لباسش میدیده از زیباگیش. بین در
در عوض 2 رکعت نماز شما الحمدلله در یک روز که 1 ساعت عبادت میکنین الله سبحانه و تعالی چی مکافات میدونین در جنت این بهترین چیزی است دیدار الله است عزیزان من دعا کنین الله سبحانه هر روز در نمازات دعا کنین خداوندا به دیدارت مشرف کن این بهترین هر روز جمعه در جنت بازار می شود میدونین هر روز جمعه بازار می شود همون بازار الله سبحانه و تعالی دیدارش نشون میدهد همون مردایی که به همون بازار می رفتند از باز زیباییشو از پیشتر باز زیباییش خاندانشو میگشتند ببینین عزیزان من خداوند این بهترین نعمت در جنت چی است دیدار خودش است انشاءالله ما چیم که دعا میکنیم که پروردگار با دیدارت ما را مشرف کن انشاءالله بر رحمت خودت بر انشاءالله خدا خواهد این بهترین با خدا خواهد دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی پیغمبر برای ما شما در جنت ضیافت میتید امتایی که خدمت محمد علیه السلام کرد الله ضیافت میتید برای ما شما ببینید در هر خاندانی ما شما همه ناز و نعمت وجود دارد سوره محمد نمیگه که خداوند سبحانه و تعالی یعنی داستانی جنت میارد میگه من میگه برای جنتی ها 4 دریا بنا کردگی هستم 4 دریایی که همش در خاندان اهل جنتی ها میرود یکی دریای خمر یکی دریای عسل یکی دریای شیر یکی دریای آب عزیزانی من که حتی که طعمش دیگه نمیشود مزهش دیگه نمیشود خدا خواهد از عسل میگه شیرین تر ای برف خنکتر عزیزانی من چنان انشاءالله برای شما تیار کردگی است همین تمام اهل خاندانی که 8 جنت است همش نه جاری میشود برادر خدا خواهد همش نه از این خوردن میگیری میگه در کتاب دقایق الاخبار مطالعه کردم در خوردن میگه در آشامیدن میگه و این زنها جاگه خوابی 100 مرد پهلوان کوچه میدانست اونجا آسر نمیکنی اونجا یک کود برم یک کود برم نون یافته بیام زنم بپام نیست همه شرایطت و انگرای و انارای و کرور سودش پختگی میسته خیال نکن حتی بینین یک خوره روایت خواندم بینین برای ما شما یک سیب خوردن 7-8 عمل اجرا میکنیم یا نتونی می از بالاش میکنیش میفرایی میشویش پوستش میکنی میگزیش میخوایش کتش میکنی بعد شیرینیش درد میکنی سیب میگد اگر این سیاهی سیب کند سیب نزد دهنت خودت میومده همخیل آش در دهنت ریخته که حتی خویدم برای بندم مهنت نشه میفته الله بینه اخرام میبره وزی یک ساعت نمازی که در یک روز میخونی خدای تعالی ملیارد ناز و نعمت میتید همه دخترای جنت که تی مثل دنیاگی جما میکنی میگد بعد از جما که فارغ شده با دختری باکره میشود این روز ما یک دختری باکره را در 100 میلیون خریده سانه یا نمی دختری خانه افتاد در همون مومن بعد از خدا خواهد فارغ شدی از جما با دختری خانه می شود بین خدای تعالی ناز و نعمت برای کی داد برای ما و شما مؤمنان خدا جو داد برای ما و شما مؤمنان خدا ترساس عزیزان من خب استادی گرامی التماس با ما میگفتید آیا عمل از ایمان است یا نه عزیزانی من ایمان عمل یک جای است اول باید که ما و شما ایمان بیاریم میدونید ایمان کلمش باوری به کی به یگانگی الله سبحانه و تعالی یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتیم ما ایمان آوردیم یکم که نمیاریم لا اله الا الله نیست خدا مگرم یک خدا است و این چنین ایمان میاریم با پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله که محمد خبرچی و رسول انشاءالله الله هست که ما شما ایمان میاریم
ببینید بعد که ایمان که آوردیم در اینجا درباره شهادت هم سوال کلمه توحید یعنی پر جواب میدادید. بعد ما و شما شهادت میتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و گواهی میتیم که نیست خدا مگرم یک خدا است و گواهی میتیم که البته محمد یکم بنده عبد بنده خدا است و رسول خدا است و خبرچی خدا است. وقتی که شهادتی که آوردی در گردنت بینای اسلام که 5 است فرض میشود. یکم به خدای ایمان آوردیم 5 وقت نماز که فرض میشود. دوم ان شاء الله خدا خواهد زکات در یک سال یک مرتبه. سوم چهارم روزه ماه شریف رمضان در یک سال یک ماه و در حیات عمرت که 50-60 سال خدا میتید یک مرتبه طواف خانه کعبه کردن فرض میشود. عزیزان من وجه عمل نمیدوی کن یکی دنیا عمل نکنی فایدهش نیست. نماز دنیا نخونی خدا اجر دمیتیه نیاد نبراری طوری عمل میکنی انشاءالله خدا قد انسان میگه علم میگیره به خاطر عمل کردن. من علمم زکات دارد عزیزانی ما هم علمی که خونده سیکو زکات دارد. علم زکاتش در کتاب بزرگا گفتیم که عمل کردن به همون علم است. اگر ما شما همون حدیثی که خونده یا که یک مسئله که خدا خواهد از این شریعت شنیدیم و خونده شنیدیم عمل کردنش زکات همون علم میشد است. باید که عمل کنه عزیزان من خدا خواهد یکی دانیو نکنی چی فایدهش نیست. بلکه خدا خواهد شهادت رو آورد یکم 5 وقت نماز در گردن ما شما فرض شد نماز خدا خواهد انشاءالله حرکت میکنیم. نماز خدا خواهد انشاءالله باید برادرها بخونیم انشاءالله. سبب من شدن گوشت خوک و شراب رو میگفتید عزیزان من. البته گوشت خوک به همه معلوم است عزیزان من که حرام بودنش در نقطه نظر شریعت عزیزان من. این بی‌قدرترین پسترین حیوان این خوک است عزیزان من. یعنی خداوند حق سبحانه و تعالی میدانید در 4 جای قرآن 4 چیز خدا خواهد یک جای آوردگی است. من سوره ناموش میگم سوره انعام 145 آیت میتونید مراجعت کنید. سوره نحل 115 آیت. سوره مائده 3 آیت و سوره بقره 176 آیت درباره 4 چیز الله سبحانه و تعالی من کرده است. من یک آیتی سوره بقره میخوانم برای شما تحلیل میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. صدق الله العظیم. خدا در این آیه کریمه 4 چیز برای ما شما حرام کرده است. یکم چی میگه؟ حرم علیکم المیتة مال حلال مرده را برای ما شما حرام کرد. عزیزانی من شیره آیت میگم همین مالی که میدرایی که در آغلت مرده است به جان است و حرام است عزیزانی من و نمیتونین استفاده برش. فقط طبق مسئله های خدا خواهد فقهی فقط بسمیل کردن نکنه که یک بار بسمیل کرده سرش برده خدا خواهد انشاءالله میپرتایش هوای هم خیر میشود انشاءالله. بعضی جا میشنیم که خدا خواهد مال حلال مرده خودش دروغ کشته حلال گفته فروخته است. از خدا بترس انشاءالله. خدا خواهد از الله ترس. از اگر الله نترسی این مال حرام مرده رو میخوری انشاءالله. خدا قد دویم خداوند گفت و دم خونه که وقتی که در ذبح مال کشتن خونه که تا جان برمدن میبراید کو همین خونم حرام است. کسی که اگر جمع کرده و میخورم گویی حرام است. وی برای چی؟ در زیر آیه همین تفسیر مطالعه کردم سر چون که در وقتی ما ذبح میکنیم تمام میکروبا چیزای ضررناکش به واسطه همون خون تا جان برمدن خارج میشد است. برای همین در شریعت حرام کرده است عزیزان من. نخورید چیز خدا خواهد انشاءالله.
خدا نگه دارد انشاءالله. خونم حرام. سیم و لحم الخنزیری، گوشتی خوگم خدا سبحانه و تعالی حرام کرده است. حالا اینکه در زیر تفسیر گفتن که چی و چرا نشیدنش در کار. ببینید چون خدا که حرام گفت، ما به یگان سوال و جواب باید قبولش کنیم. تمام این حکم خدا حکمه. این چوه بعضی ها گفتن که فلان پیستان، مفسران گفتن شرط نیست این پاچه کشانی خیلی دمش بالایی های فلانه شرط نیست. گفتن خدا که حکم کرد تمام، هیچ کس حق نداره اینو حلال کنه. کسی که خوب حلال به میدانه چی میشد؟ کافر میشود. خدا چیزایی که حلال کرده است حلاله، حرام کرده است حرام. عزیزان من از این خدا بترسین انشاءالله. خدا خواهد و ما اوحیل بهی لغیر الله، کسی که یک مال بغیر از خدا دیگر مخلوق نه. من در دور آقای رسول الله برای بوتا، برای صنما گفته گوسپند نکشتن، یا که ما شما اگر برای مزار گفته کشیمش، برای بچم گفته کشیمش، برای جورم گفته کشیش، و حرام میشه. اون بالم باید که هر خیر هر چیز برای الله باشد. در راه خدا میکشیش، دعاش هم میکنیم. دین یک بچه در کوچه سوال داد که دامنا جان من یک گوسفند گفتگی هستم برای بای خوجه عارف، آیا در همونجا بکنمش یا در همین؟ ما دو شرط نیست اونجا. خانت نه که برای خدا کنش، اگر برای این من بای عارف کنش بلا زدش و حرام شد و خورده نمیشه. کسی که میخره همش گناهگار میشه. فقط برای خدا کشش انشاءالله. خدا خواهد برای همون حضرت یک دعا که گفتم انشاءالله. خدا خواهد دعا که خدا خواهد جایز است دعا کردم در اخشی ختم باش دعا که گفتم انشاءالله. خدا خواهد الله انشاءالله خدا خواهد راضی میشد از شما عزیزانی من. کدام وقت که چیزای حرام خورده میشد است همین مال من. خدا در دام آیت میگه که فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی که مجبور شد، مجبور که در یک دشت است، در یک بیابان است و اگر نخورد گشنگی میمرد. در همین تفسیر نه که 3 لقمه یعنی حلال مباح میشه برای همون آدمی که خدا خواهد مجبور میشود. همه آدم چیکار میکند؟ از همون گوشتی هوای خورده تا منزلش رسیدنش درسته، لیکن نکنن نزد الله گناهگار میشه. این نبراد مبادا که نیست. خدا خواهد این شد بیا آشیده که روز کدام یک بچه میگه من همین خیلی اعتقادم به خدا بلنده که اگر من مرم هم نمیخورمش. مری جوری مرد میمری. تو خدا گفت نزدیک بود مسته. خدا گفته ستره که مبادا ضرورت شد بخور. یا گفتم که من یک بیماری از چی مانده، بیماری پیدا میشود و این که دکتر میگه که یک قسم از همین چیز استفاده بری شفا میشود. اگر مجبور شوی انشاءالله درد برای پیش گرفتن مباح میشود. این آیت نه خدا خواهد انشاءالله عمل میکنه انشاءالله. ان الله غفور و رحیم. البته خدا مهربانه برای ما شما، غفور و رحیم. خدا خواهد آمرزنده بخشنده، لیکن خودت جبر نکن، خودت ظلم نکن انشاءالله. خدا خواهد من غیر باقی ولا عادی حد نگذارم، خودم ظلمم نکرده چکار که از همون چیز استفاده بری گناه نیست عزیزانی من. نه که خوب گوش یک حدیث میگم انشاءالله. من ثلاثتون قد حرم الله علیه جنه، یعنی 3 گروه آدم ها را خدا جنت حرام کرده. 3 گروه آدم ها، یکیش مدمن الخمر، کسی که دائم عرق خورده میگرده و این جنت حرامه عزیزانی من اگر بس نکنه توبه نکنه. دوم عاقل والدین، کسی که از پدر و مادرش عاق میشود، پدر مادرش ناراضی میکنه عزیزانی من ویم جنت برای و حرامه. سوم انشاءالله چی است؟ و دیوس الذی یقیر الخبث فی اهله. همین دیوس اساس در حدیث دیدم انشاءالله عزیزانی من از گوشت خوب میشد است. کسی که گوشت خوب بسیار خوردن گیرد دیوس میشد. دیوس گفته که رشک به آیلش نمیمونده است. زنش چیکار میکند؟ کجا میرود؟
چی کار میکند یا دخترش کجا میرود کنترلش گم میشده است. همون خوگم دیوسش که همسرش حمایت نمیتونه، تمامی دیگر خوگها کدام ساعت بخوانش تجاوز کردنش میگرفتید. انسان هم همچنان نشده است عزیزان من. ببینید الدیوس گفتن الذی یقیر الخبث فی اهله، کدام انسانه که میدونه زنش همین راه گناه نمیرود. ببینید زنش همین راه گناه یعنی زناگره، زنش اگر خدا خواهد خواب بشنه و خاموشی نه و وای خدا خواهد حیات دوام کرد وای دیوس افتیم. همین دیوس ریشش از چی پیدا میشده است؟ از گوشت خوک عزیزان من. بینه خروزه، همین خروزه بی اگر هم 10 تا ماکین سرشته 10 تا ماکین شیفی میکنه، یگان تا خروزی میگونه نمونه نزدیکی کنه 100 تا بیتر نه، 1 تا اسبی نرسرده، 1 تا اسبی نرسرده. خدا خواهد 100 تا زن کرده میگیره، یگان اگر میکشش که یگان زنش نزدیکی نه. همین باید مرد غرور داشته باشد. باید که شما حلال خورین، حلال زندگی کنین، شما غرور کتی میشین انشاءالله. خدا خواهد اگر گوشت خوک خورین دیوس میشین. حال بعضا از رسیا آورده ساده است، ها چوا ها این برای دورگی. اگر باید دورو میشید خلات تاکی آیت نه قسمش نمینیسید که باید دوره گاگا خوردش بسته بنده هم میگفتید خدا من کرده حق نداری تو. خدا خواهد وای بالکل حرامه وای دوام نیست. خدا پیامبر میگه که خداوند حرام برای شما شفا کرده نیست، حدیث صحیح است. امروز خواجه بخوگو بعضا کچک خورده ساده است، کچکم حرام است. خدا بتاست شما زده گم میکرد است، بارا کرتا گم میکرد، رو تقرد میکنی و خدا خواهد تمام وجودش با میکرابه. خوگ بینن یک تا مثالش میارم تو خوگ در ترکیبش یک خدا خواهد میکراب زنده داشته که 1000 گرادوس نجوشونیش نمیمرده. 1000